این قسمت مربوط به رنگ و کادر کار هست. قسمت اول تکست هست. رنگ تکستمون رو میتونیم به دلخواه تغییر بدیم به این صورت. در قسمت دوم بوردر یعنی حاشیه دور، میتونم برای متنم حاشیه تعریف کنم به این صورت و اندازش هم از این قسمت میتونم کم و زیاد کنم. در قسمت شادو یعنی سایه ها میتونم روی کارم سایه اعمال کنم. X یعنی محور افقی و Y یعنی محور عمودی. در قسمت سوم میتونیم این سایه‌مون رو مات کنیم و در قسمت چهارم میتونیم شدت سایه رو کم یا زیاد کنیم. در قسمت گلو میتونیم تشعشع و انعکاس نور رو به کارمون اعمال کنیم. مثلا اینجا یک رنگ زرد رنگ من انتخاب میکنم، ببینین حالت حاله مانند و تشعشع به کار میده در قسمت گلو. و در قسمت لیبل میتونیم برای کارمون کادر معرفی کنیم. به این صورت میتونیم از این کادرهای پیش‌فرض استفاده کنیم و رنگشون هم میتونیم تغییر بدیم. بعد از انتخاب روی رنگش کلیک میکنیم و رنگش رو به دلخواه تغییر میدیم. و در قسمت اوپاسیتی میتونین شدت نمایش متنتون رو کم یا زیاد کنین. 100% کامله و هرچی کمترش کنین متن رو کم رنگ تر نشون میده. برای جایی که میخواین واترمارک روی کارتون بندازین یا لوگو. پس قسمت اول برای نوشتن شد، قسمت دوم برای رنگ بندی، قسمت سوم برای فونت ها و قسمت چهارم برای پاراگراف. اگه سوالی داشتین کامنت بنویسید.